تکنیک شماره 6. من اینو قبلا نوشته بودم ویترین حرفه‌ای داشته باشید. قبلا اینو نوشته بودم. اما حالا نه. دقیقاً یک ساعت دو ساعت قبل لایو یعنی تو ذهنم یه جرقه‌ای خورد. گفتم در کنار عمق داشتن ویترین حرفه‌ای داشته باشید. کسی که فقط یه کت شلوار پوشه، یه دونه کلاه گذاشته، یه دونه کروات زده، الزاماً عمیق کار رو بلد نیست. شاید یه مهندس شیک باشه، شاید یه مهندسی باشه که شما بگین ای کاش من شبیه این باشم از لحاظ ویترین، ولی این آدم توی پروژه ها که وارد میشه عمیق نمیتونه بشه، تخصص رو کامل نداره. من حرفام واسه کسیه که تخصص داره ها. اگه تخصص نداری برگرد برو عقب، برو تخصص رو به دست بیار. ولی در کنار این عمیق بودن و تخصص داشتن، ویترین رو حرفه‌ای کنید. یه ویترین خوشگل از خودت بساز. کرایلو ویترین یعنی چی؟ یعنی ببین یک شخصی باش، شما داخل چه مغازه‌ای وارد میشید؟ 5 تا مغازه کنار هم دیگه است. چه چیزی شما رو جذب خودش میکنه؟ ویترینه دیگه. هر کدوم زرق و برقش بیشتره، هر کدوم که نورانی تره، اینایی که میرن مغازه میزنن میگن کل خرجای مغازه یه طرف، این ویترینه یه طرف دیگه، هزینهشو جدا بشینیم یه چیز خوب و اساسی چیز. ویترین تو باید بسازی. بعضیا تصورشون از ویترینه من یه ماشین خوب داشته، یه بنز بندازم زیر پام برم جلو کارفرما. نه، حرفم این نیست. شاید کمکت کنه ها، ولی حرفم این نیست. من برم نشون بدم که مثلا یه خونه فوق العاده لاکچری دارم. نه. چند تا راهکار ساده. یک، وقتی داری حرف میزنی کلمات و آیین‌نامه‌های معادل رو استفاده کن. وقتی داری توی مبحث نو حرف میزنی یهو بیا مثلا بگو کد خارجی بین المللی در آخرین آپدیتش این حرفو داره میزنه. سازی با یکی داری صحبت میکنی بگو آقای مهندس بر اساس آخرین ورژن مثلا ACI و فلان در تاریخ فلان که منتشر شد نظر جدید در مورد این موضوع اینه. طرف چی میگه؟ میگه بابا این واقعا آدم پریه. ببین طرف تا اسم اون در واقع آپدیت رو گوش داده. مثلا یکی از تکنیکایی که من خودم استفاده میکنم استفاده از شماره بخشنامه هاست. من میگم آقا تعدیل 173 073. طرف میفهمه میگه به اینجا من دارم در مورد تأخیرات و کلیم صحبت میکنم، بعد STL این حرف رو میزنه. چرا؟ چون میخوام بهش بگم ببین من یه آدمیم که یه سری تحقیقات اونوری هم کردم ها. کف بازار رو میشناسم، اون طرفم میشناسم ها. یه تکنیک دیگه، هر 10 تا کلمه یه دونه واژه انگلیسی تخصصی به کار ببر. هر 5 تا جمله‌ای که داری میگی داخلش یه دونه اصطلاح مخصوص کار خودت رو به معادل به کار ببر. چرا؟ چون بذار بدونن که تو ویترین درسته. ببینید حس این رو بهشون میده که این آدم حرفه‌ای است. این آدم واقعا کاربلده. واقعا بلده که رفته 4 تا آیین‌نامه خارجی هم خونده. ویترین باید درست بشه. یادتون باشه ما امروز خیلیا به اشتباه میرن روی ماشین و فلان و اینا سرمایه گذاری میکنن به عنوان ویترین، اما تخصص شما به رخ کشیدن تخصص شما بالاترین ویترینیه که میتونید ارائه بدید. یه نکته از اشرف حبیب الله بگم. در یوتیوب اشرف حبیب الله یه چند تا فیلم وجود داره. اشرف حبیب الله مؤسس کمپانی CSI ایتپس و سیف و یه جمله‌ای داره به نام مهندسی انسانی. حالا راجع بهش صحبت میکنم. اما مهندسی انسانی سکوی پرش شما برای درآمدهای بیشتره. درسته دیگه. گذشت اون زمانی که من می اومدم اینجا همش حل تمرین میکردم، همش متره میکردم، همش شروع میکردم تخصصمو نشون میدادم. این حتما شما باید این تخصصا رو داشته باشین ها، هیچ حرفی داخلش نیست، اما باید مهندسی انسانی هم بلد باشی.
باید مهارت‌هایی مثل مذاکره، مثل مارکتینگ، مثل فروش، مثل بازاریابی رو حتما بلد باشی. آقای مهندس، خانم مهندس، روی مهارت‌های نرمت کار کن، روی مهندسی انسانیت کار کن، روی مذاکره کار کن. امروز بازار داره میره سمت این که بخواد مهارت‌های نرم شما رو بسنجه. امروز در کنار حوزه تخصصی که وظیفه ماست، بابا دونستن یک کار مترو و برآورد طراحی سازه وظیفه شماست، ولی اینکه بتونی یه آدم خلاقی باشی، یه نفری باشی که بتونی تو شرکت مدیریت ریسک کنی، مدیریت بحران کنی، مذاکره کنی، سخنگوی اون شرکت داخل قالب خودت باشی، این قضیهش خیلی فرق میکنه. باید تکنیک‌های مذاکره رو بلد باشی، بابا باید مارکتینگ بلد باشی، باید فروش بلد باشی. برید اینا رو تحقیق کنید راجبش. ما تو نسلی هستیم که آدما در کنار تخصصشون با این مهارتاشون دارن پول در میارن. کارفرمای من همش به خاطر تخصصم نمیاد، یه ذره به خاطر اون مهندسی انسانی منه که داره وارد میشه. و یادتون باشه این که میبینید یه تعداد آدم همیشه پرکارن، یه تعداد آدم همیشه پول دارن، یه تعداد آدم همیشه کارفرما دارن، یه تعداد آدم چند جا کار میکنن. این آدما روی مهندسی انسانی خودشون خیلی کار کردن، خیلی کار کردن. طرف مهندس عمرانه ها، ولی الان مثلا شما بگید بازاریابی، میگه کل اصولشو بلدم، کل مباحثشو بلدم، فقط یه تفاوتی داره. اینا رو آورده تو کسب و کارهای مهندسی خودش، تو رفتارش با کارفرماش، توی رفتارش با شرکتش، توی ارزشایی که داره خلق میکنه تو حوزه مهندسی. تکنیک شماره 8 فوق‌العاده است. میخواین تافته جدا بافته باشید؟ میخواین تافته جدا بافته در عرصه مهندسی باشید؟ به دنبال فلسفه ها باشید. کسی که میخواد تافته جدا بافته باشه باید به دنبال فلسفه باشه. امروز دیگه این سطحی نگری زمانش گذشته. شما خودتون میرید دنبال آدمایی که فلسفه ها رو بهتون میگن. اون کسی که فقط میگه، مثلا مثال میزنم، مبحث نهم گفته اینجا مثلا اینجوری بتون ریزی کن، یه کسی هست نه میگه آقا به این دلیل، به این شرایط اجرا، بر اساس این فلسفه این موضوع رو پیش بینی کردن. این خیلی عیارش بیشتره. شما یه مهندسی هستید در زمینه قراردادها، بابا باید بدونی ماده 28 شرایط عمومی پیمان چرا یه جا خسارت رو میگه 2.5%، یه جا میگه 7.5%، یه جا میگه 10%. فلسفه 10% چیه؟ چرا یه موقعی میاد وسطش 7.5% رو میگیره؟ این فلسفه هاست که به شما کمک میکنه عقبه واسه خودتون بسازید. پس اگه میخوای تافته جدا بافته باشی، تو شرکت ها عیار داشته باشی، حرفات رو متوجه بشن، باید فلسفه بدونی. ما تو شرکت هایی که وارد میشیم، مثلا طرف صحبت میکنه میگه آقا این موضوعش اینجوریه، میگم ببین به دلیل این موضوعی که الان اینو میتونیم بریم بگیریم ها، به دلیل این موضوعی که در شرایط عمومی پیمان این موضوع پیش بینی شده ها. حالا شما برو تو کسب و کار خودت، توی اون حوزه تخصصی خودت، بگو آقا من برم فلسفه یاد بگیرم. فلسفه دونستم، میدونید فلسفه دست کیه دیگه؟ فلسفه دست اونیه که اینا رو نوشته، کسی که مبحث 9 نوشته، کسی که آیین‌نامه 2800 می‌نویسه، کسی که شرایط عمومی می‌نویسه. دنبال فلسفه بودن اینه. اصلا یکی از دلایلی که ماها رو انتخاب میکنن اینه که بعضی از این فلسفه ها رو میدونیم، خیلی از این فلسفه ها رو میدونیم.